آیا خدای قرآن منشأ رنج و گناه انسان نیست؟ استناد کردن به این آیه لقد خلقنا الانسان فی کبد، در سوره بلد. انسان رو در کبد یعنی رنج و مشقت و سختی آفریدیم. چرا خدا انسان رو در مشقت آفرید؟ احسنت. البته این آفرینش در رنج و مشقت مربوط به زندگی دنیاست. درسته؟ نه کل وجود ما 4 دوران وجودی داریم. قبل از دنیا در عالم زر بودیم، الان دوره دانشجویی دنیا رو میگذرانیم، بعد دوره برزخ حایل بین دنیا و آخرته، مجددا حیات آخرت رو خدا برای ما پیش میاره و زندگی ابدی ما شروع میشه. در آخرت که انسان همراه با رنج و محنت نیست. اهل تقوا ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اون دوره ای از این 4 تا که همه انسان ها کم و بیش با مشکلات دستپنجه نرم میکنن زندگی دنیاست. خدا این هم ما گفته که من خیلی دوستتون دارم، من شما رو آفریدم، من از پدر مادر شما به شما مهربونترم، بعد میاد ما رو توی کبد. خب اینم از باب دوستیه. چرا؟ دوره دانش آموزی به خصوص اوائلش برای بچه های دوره پررنجیه. حالا باز مدرسه های امروزی خورده ای بهتر با بچه ها برخورد میکنن. اون موقع که ما میرفتیم مدارس ابتدایی واقعا سخت بود. یعنی آدم از آغوش گرم مادر میخواد بره مثلا معلم، فرض کنید که خشن رو ببینه با اون زمانها که البته برعکس شد، حالا بهتر شد. خب ولی پدر مادر به زور بچه رو به مدرسه میذارن، یعنی دوستش ندارن. این زحمات به نفع اوست. دوره دنیا یک دوره رشده. ما باید سلوان بشیم از این دنیا بریم بیرون. رشد بدون زحمت امکان نداره. باید یه مشکلاتی رو تحمل کنیم، در راه خدا صابر باشیم، به خدا بگیم که من تسلیم توام. نمره تسلیم به ما بدن، نمره بندگی به ما بدن، نمره صبر بدن، نمره تحمل رنج بدن در راه خدا. بعد در زندگی ابدی میگن ما به اضعاف براتون جبران میکنیم. کوچکترین مشکل اینجا رو اونجا به نحو عالی براتون جبران میکنیم. زندگی فقط دنیا نیست. 50-60 سال دنیاست، میخوابیم بیدار میشیم، در قیامت خودمون رو میبینیم. برزخمون رو هم طبق آیات قرآن فراموش میکنیم. نوع چیزایی رو که دیدیم یادمون میره. احساس میکنیم نیمروزی در خواب بودیم. اینا متن قرآن. وقتی که احساس کردیم زندگیمون رو ادامه میدیم. بعد میگن تو اون زندگی ابدی یه سردرد اینجا دیدید، اونجا براتون جبران میکنیم. یه روز بی پول بودید، به امام صادق علیه السلام عرض کرد که من فقیرم. یکی از اصحاب حضرت فرمودن که حتما میوه ها و خوراکی ها رو تو بازار میبینی، دلت میخواد اما نمیتونی تهیه کنی. گفت آقا عیناً همینه. بس که حضرت انگشت گذاشت روی فرمودن هر یک بار که چنین اتفاقی میفته یک اجر برای تو ثبت میشه. کما اینکه قرآن درباره مجاهدین میگه ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله. هیچ مشکلی، رنجی، ناراحتی در راه خدا براشون پیش نمیاد. ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار الا کتب لهم به عمل صالح. مگر در ازای هر کدام اینا یه عمل صالح براشون می‌نویسه. وقت در حدیث داریم که در قیامت، در آخرت، در قبال مشکلات دنیا به قدری خداوند به مؤمنین اجر میده که آرزو میکنه ای کاش بدنشو در دنیا با مقراض قطع کرده.